دوستان عزیز، خسته نباشین، جوری صحتمند عافیت داشته باشین. امروز ما پیش آقای سرفشار آمدیم تا یک احوالی آقای سرفشار استاد بگیریم. آقای سرفشار چطور است؟ آقای سرفشار شما چطور هستید؟ سلام علیکم. به به. سلام دوستان عزیز، میخواستم یک شعر بگیم یعنی تو یک دفعه یا زیاد رفت. فرمایید. بیا باری هزارستو اگه شد در فصل لالگو بارو اگه شد در جاغوری چکر می نمی یگو رای سفر می نمی دل ما از بار تو بند از بند جدایه و بندی دل جگر می نمی و بندی دل جگر می نمی. هموطنان عزیز و ارجمند سلام. امیدوارم در هر جای دنیا جانشون جور باشد، اوقاتشون خوش باشد، کورهشون پر از ایام و کامشون باشد. بسیار زیاد خوش آمدید در چینل علی حسن محمدی عزیز. یک از کارمندای سابق از ما اول چینل جور کردم، در دکان از این رفتم برنامه میگرفتم و خیلی طبیعی برنامه جور میکرد. دیگه خود چینل خوش کده یک تصمیم گرفته که امی چینل پیش ببره. با امید خدا را دوستای از شما میره از خیر خوب امیر مصرف ندارن، میره یک لایک کید، یک سابسکرایب کید و نظرهای قشنگ هم نوشته کید که امید جوان رشید و برومند بخیر. تشکر، زنده باشین. از هر جای باششون ویدیو بگیره. تشکر. دیگه خوب کسی دیگه. الحمدلله استاد. بسیار تشکر که علی حسن جان سیکو اینا رو رفیق دم اول گرفتون از مونده. مونده غزنین سلامت باشین. همین که هم بسیار قلب نور خوشحال بشه. تشکر، زنده باشین. دیگه خوب کسی ان شاء الله. الحمدلله. کاربار چطوره؟ حالا خوب است، خدا شکر میگذره است. دوست دار واقعا. خدا تو ان شاء الله خیر بده. تشکر، زنده باشین. سلامت باشین. چای بخور، چای. تشکر. چای است. بفرمایید شما چای بگیرید. باش ما چای بگیریم. چطور است کاربارشون؟ حالا خوب است، خدا شکر. الحمدلله. خدا شکر. همه چیز درست میشه. همه چیز درست. بله بله. چیزی که می قسمت هم باشه. خدا مهربان است. خدا مهربان. شما چه حال زندگی در غزنی دیگه؟ شکر الله الحمدلله میگذره دیگه. به هوا بارانی و بارانی است دیگه. شکر. خیر و برکت بارون. خوب است. بارون هرچی باشه خوبه. خوب است. بسیار دوست دارم تو را. تشکر، زنده باشین آقای استاد. خدا ممنون. دیگه دوستا از خیر هر کس می روش کرد لایک و سابسکرایب هم کنه. یا چی نره. آره سابسکرایب کنه دوستا دیگه یک سابسکرایب کرد. خوب جانانه حمایت کرد. دیگه بخیر قشنگ ویدیو باشه شما. خانه‌شون در ناور نه؟ بله. از دشت ناور از جاهای دیدنی ناور بخشش میتونه میگرد باسکاش در جاغوریه. وزنیت که ما بخشش میجاهای خیلی غدب قشنگ جونه نه؟ بله شکر. دوست دارم. ممنون، زنده باشید. دیگه دوستا جایش خالی، هر کس که خانه از مو باید مو قدم روی چشم از مو نان و پیاز از چیم نی قاش وازیر بگی باید. بله ماشاءالله نان و پیاز قاش واز باشد. آره دیگه بیشتر هم دوستا وقت شما نمیگیری به خاطر اینکه شما وقت ندارید. مقصد اینمی خواهش میکنم که می چنل از خیر خوب جانانه حمایت کنید. دیگه کدام گفتین یک دشتر. تشکر، زنده باشید. دوستای عزیز بسیار تشکر که تا این لحظه بودین. ان شاء الله موفق باشین. دیگه خدا نگهدارتون.